الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، امروز هم خواستم در یک بابت صحبت داشته باشیم. صحبتم الحمدلله و المنه صحبت لازمی است، به خاطر که پیش از آغاز صحبت خواستم از قرآن عظیم شم و شما صحبت داشته باشیم که هر برادر هر خواهری که نوار را گوش میکند بعدا میفهمد تا چه اندازه را این مسئله مهم است. به خاطر که الله متعال من شما را در قرآن عظیم شم، قرآن قانون مسلمان است، قرآن مسلمان راهنمایی به سوی هدایت میکند. هم الله پاک مهربان من شما را میگه که شما لقمتون پاک کنی، بعدا خدا را عبادت کنی. الله متعال من شما را امری به لقمه حلال خوردن میکنه. همچنین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم آمدگیه که حلالم آشکارا هست، حرامم آشکارا هست، لکن در بین ما حلال حرام شبهناک چیزای شبهناکی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر کسی در همون شبهناک داخل شه به تحقیق که در حرام داخل میشه. اما چی میخواستم بگم برادران اهل اسلام، امروز اکثریت ما و شما در ملک غریبی هستیم، از همون رفتم مگزینا خوراکواری ها را خرید میکنم. از همه شما خواهش میکنم عزیزان دل، اون یک وقتای جاهلیت بود، بی سوادی بود که مردم نمیدونستن، حتی بعضی مسلمان های ساده را نظر میکردی گوشت خوگه میخوردن، نعوذ بالله میگفتیم میگفتن که ما نو میفهمیم هم چیزا را. امروز که همه ترقیات تکنولوژی پیشرفت کرده است، دیگه برای مسلمان یگم جاهلی و بیسوادی هیچی نمیشه. بگیم که معنی نمیکنه که بگه که مسلمان که من نمیدونستم، من نمیفهمیدم. به همین خاطر همون خوراکواری را که خرید میکنه، اولا همون خوراکواری نگاه کنی، کاغذش نظر کنی، همونجا بررسی سسته و نایستگی همون سسته و همون را بخونی. در هر خوراکواری که اگر ژلاتین نایستگی باشه از همت خواهش میکنم که نخری، به خاطر که ژلاتینش خودتونم اگر در همون یوتیوب نوشته کنی از چی تیارش میکنن میبینی همون را. بعضی ها میگن که از پوست خوک تیار میکنن، بعضی میگن از استخوان خوک تیار میکنن همون را. به چه خاطر او را تیار میکنن؟ او را طرز تیار میکنن، خیمیکات در دونش ارالش میکنن، او همون خوراکواری را بردوام نگه میدارد. یعنی همون ژلاتین از پوست خوک دیگر نمود خیمیکات را او را دباوید میکنن، بعدا در پرودوکت در همون خوراکواری او را دباوید میکنن، همون پرودوکت و همون خوراکواری را او بردوام نگه میدارد، ویران شدنیش در آن نمیمونه. به همین خاطر این برای ما و شما نظر کردن مهم است. برای غیر مسلمان ها اونها پروا ندارن و همه چیز میخرن، برای اونها حلال حرام فرق نداره. لکن ما مسلمان هستیم الحمدلله، باید که نظر داشته باشیم. گپی اون انسان های را نگی که در ملک غریبی باشی هم یک نماز نیم کله بخونی و هر کار را کردن بگیری، هر چیزی را بخری رو است. نعوذ بالله، این گپ نگی، این گپ کفره. مسلمان باید که چگونه که خدا را عبادت میکنه باید لقمش هم پاک باشه، لقمش هم حلال باشه. باید یکی از پاکی حلق از اعظم فرایض چیه؟ پاکی حلقه، یعنی حلال خوردن برای مسلمان فرضه. مسلمان باید لقمه حلال داشته باشه، هر چیز یافتی نخره، اولا او را نظر کنی، در هر کدامش که ژلاتین ایستگی او را برکنار کنی. به خاطر که وقتی که این چیز حرام که میخره، امروز چون اکثریت در نماز جمعه ها میره، در نماز 5 وقته میره، مردم مسلمان غدا را نگاه میکنه چقدر زیاد است، دعا میکنن دعاشو قبول نمیشه. به خاطر که اکثریت ما و شما چی در عبادت ما نقصان داریم، چی در خلق رفتار ما نقصان داریم، چی در لقمه ما نقصان داریم. یعنی لقمه حلال نداریم، همه هر چی افتیم خوردن میگیریم. امروز اکثر شکلات ها و همون تارت بگیم که چیزایی که شکلات نیستن همون را نظر کنه همین ژلاتین داره. در بعضی یوگورت ها، در بعضی همون بگیم دیگر نمود روغن ها و بعضی چیزا را نگاه کنه، شکلات ها را نظر کنه، همون مرملات ها را نظر کنه، اکثریتش ده هست. همه که دیده که ژلاتین است او را نخره که با فردای قیامت نگه که ما نمیدونستیم.
از ما یک گفتن بود الله متعال همه ما و شما مسلمان های روی دنیا را به حلال خوردن نصیب و روزی بگرداند و پروردگار مهربان ما را تا دم مرگ به توحید عقیده صحیح پیروی را نصیب و روزی بگرداند، از کفری و از منافقی و از شرکی همیشه در عصمت پناه خود نگه بدارد. آمین.